بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بگیر دستی فقیر و بینوایان، ترحم بر کسانی بینوا کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل برادران و خواهران اهل اسلام. یک برادر با نام قاری امیرشاه، فکر میکنم که بسیار شخصیت ها میشناسین، در آزمون قاریان ما اشتراک کردگی هست و یک ثبتش تقریبا 2 سال پیش برآمدگی هست که زیاده از 300 چند هزار تماشابین گرفتگی هست. بسیاری برادران جویان ان همین برادر شده بودند. بسیار می نویسند که همین رو ثبتش از کجا دست کنیم، همین التماس بیا ما دستگیریش میکنیم و ای مهاجرتی برگرده به وطن تا همین خیل قرائت ها و همین خیل نشید ها رو زیاد بخونه. امروز خودش مراجعت کردگی است، از سخن های شما دیده خلاصه خود را برآورده در همینجا مراجعت کردگی هست. الحال خودش صحبت میکند، خواهش میکنیم تا آخر گوش اندازین و کسی که همین قاری جان میخواهد که در همین کسب و کارش دستگیری کند، به خاطر الله این اخصان گوش بکنین، خواهش تماشا دستگیریش بکنین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به کل مسلمانای روی دنیا و غیره، به کل خلق تاجیکستان و علال خصوص به کل آن شخصانی که عینی زمان ما را در شبکه این برادرمان یعنی صدای امید تماشا دارد، از خداوند مهربان خواهانی او هستم که خداوند همه ما و شما را در زیر رحمت خود نگهبان باشد و چه نیت‌های نیکی که در دل داریم خداوند به همه نیت‌های نیکمان به آسانی برساند. برادران عزیز، مقصد از ویدیو کردن من گفتنش کم در خجالت است، اما من تصمیم گرفتم یعنی به همین خلاصه آمدم تا که یک ویدیو کرده به سمع شما رسانم و پیش از سر کردن گپ ها از همه شما خواهش میکنم چی گپی که حاضر من گویان میشوم التماس فقط جهتی خوبیش فکر کنین، یگان فکری خطا یعنی نسبتی ما نکنین. التماس نباشد من خودم را شناس کنم. من هستم قاری امیرشاه از ولایت قتلان، از شهر قرغان تپه. سال تولدی من 1998 است. شاید بعضی از شما مرا شناسند، زیرا که با این برادرمان یعنی صدای امید یک چند کلیپ ها کردگی هستیم و غیر این در آزمون این برادرمان یعنی صدای امید نیز اشتراک کردگی هستم. برادران عزیز، من از سن کودکیم تا این دم در آرزوی آن بودم تا ایجادکاری اسلامی یعنی نشید خوان خاص به خاطر الله شوم، اما برای ایجاد کردن و نشید خواندن مبلغ کافی نبود. به همین خاطر نشید خوانی را سر کردن نتونستم. انشاءالله من با 5 زبان انشاءالله با اذن خداوند نشید خواندنی هستم، یعنی با زبان تاجیکی، ازبکی، ترکی، عربی و روسی. با همین زبان ها خواندنی هستم. به همین خاطر برادران عزیز، اگر که یگام شخص در همین کار یاردم خود را رسانیده تواند یعنی اسپانسری کند، این نمره واتساپ اکی امید، به همین واتساپ زنگ بزنین و شخصانی که اگر یگام سوم یاردم کردنی است به همین کرده سهم خشما گذراند. این کاری که من کردستم شاید شخصانی فکر کند که برای چی این طلبندگی کردسته گفته، اما به والله قسم من خواست برای ایجاد کردن از شما کمک طلب کردستم، وگرنه از جهت خورد و خوراک و پوشاکی یگام کمبودی ندارم الحمدلله. شما نیز خواست برای ایجاد کردن یعنی نشید خواندن من یاردم کنن عزیزان من، و من همه وقت از خداوند مهربان کمک خواهان هستم
و بعد از خداوند من از شما کمک میخوام، زیرا که فقط شما میتوانید به من کمک کرده. غیر مسلمان هیچ وقت به داد مسلمانی حقیقی نمیرسد. به همین خاطر برادران عزیز من از شما خواهش کردستم و این بود گپ هایی که در دلی من، ما اینا با سمع شما رسانیدم. بخشش میپرسم برای وقت شما را گرفتن و منظرت میخوام از این کاری کردگیم. خوب برادران عزیز، خودتون گوش کردین که این برادر از ما و شما چی میخواهد. بسیار صدای فارم دارد، صدای دلنشین دارد، بسیار ذوق دارد. میخواهد که مثل سمی یوسف، ماهر زین، میشری رشیدی این هم در کل جهان معرفی شود. تنها این خدمت ها میگه به خاطر الله های. فقط نشید میخونم و قرائت های قرآن میکنم تنها به خاطر الله و برای وطن عزیزمون، تا بدانه که از وطن ما هم میخیل شهر مردا هستند. صدای خوب دارد اما از سبب شرایط زندگی نبودن در روسیه کار میکند. طول چند سال شد رفته میآید. من انشاءالله که حرکت میکنم شعرهای همین خارجان خودم با دستان خودم بنویسم، نشیدها را با 5-6 لفظ انشاءالله و انشاءالله ثبت آواز این را در استودیو خودمان انشاءالله که میگیریم و برای مونتاژ، برای سیومکاری خیلی رسخودها می شود. برای جایهای زیبایی که ما را برده به نوار میگیریم در اینجا خیلی رسخودها می شود. برای مینوسایی که برای برادر می سازیم در اینجا خیلی رسخودها می شود. اگر که از طرف مردم کمک کردن بخواهند یا یگان برادری باشه سپانسری کند، این همین رقم های واتساپ ما، در همین واتساپ مراجعت کنید برای سپانسری ان همین خارجان. و اگر از طرف مردم خواهند کمک کنند همین خارجان، این همین کارت زبیربانک با نام محمد صالح نورالیویچ، این اینجا خطا میتونین کمک خطا برسونین ان شاء الله که این یک ثواب جاریه است. یعنی که همه وقت رونده است. 500 روبل، 600 روبل، 100 روبل که شما در همینجا میگذارین، این ثواب این جاریه تا روز قیامت میرود. از دنیا تو هم که رفتی این ثواب تو در رفتن میگیرد. هر یک آیت قرآنی که تلاوت میکند، هر یک نشیده که میخواند، ثوابش در ما و شما میرود. من هم تا چنین امکانی برادر دستگیری میکنم و شما هم اگر بخواین دستگیری کنین، این همین کارت زبیربانک میتونین دستگیری خودتون بگذارین. ان شاء الله همین برادر روز در خود روسیه قرار دارد، کار کرده ایستاده است. ما حرکت میکنیم اگر که دستگیری کنین همین برادر از روسیه برگردانده بیاریم، میبریم ان شاء الله تاجیکستان. ثبت‌های بهترین مثل میشری رشیدی، ماهر زین، سمی یوسف، بعد کچسوای بلند ان شاء الله با چند لفظ ما هم برادر از ثبت میکنیم تا کل جهان معرفی شود و کل جهان بداند که در تاجیکستان این گونه دوستای خدا هستند. بسیار شخصیت خوب است، باور کنید. چه زبان شیرین دارد. حرکت کنید کسی که خیر دستگیری میکند خارجان دستگیری بکنید به خاطر الله. خیلی ثبت دیگه شما گوش کنید و در حق ما دعاگو باشین و همیشه کسی که کمک کردن میتونه دعا کنید که خداوند در کسب کار همین برادر برکت بده و دعا کنید که خداوند همه خارجان را به آرزوش برسونه. ما هم نیست مثل شما دعاگو هستیم. این رقم های واتساپ و رقم های زبیربانک. خدا یار و مددگارتون باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله